در نتیجه ترکیش دو ماشینی بمب گذاری شده در نزد قرارگاه‌های احزاب سیاسی کردستان عراق دست کم 23 نفر کشته شدند. رئیس شهر توس حرمتو گفت یک ماشین بارکش بمب گذاری شده در نزد قرارگاه‌های حزب میهندوستان و حزب کمونیست کردستان ترکید و بعد آنکه مردم در نزد جسدها و زخمیان جمع آمدند ماشین دوم منفجر شد. بار دوم است که طی چند روز اخیر در نزد قرارگاه‌های حزب سیاسی کردستان عراق بمب گذاری صورت می‌گیرد. در پاکستان در نتیجه حمله به فرودگاه شهری کراچی 28 نفر کشته و 26 تن دیگر مجروح شدند. طالبان پاکستان شب 8 ایون به کارمندان و مسافران فرودگاه بین المللی کراچی حمله کردند ولی در نهایت از طرف ماموران امنیتی کشته شدند. طالبان پاکستان مسئولیت حمله را بر دوش گرفته گفتند که این نقاره برای قتل حکیم الله محسود رهبر پیشین این گروه است. او سال گذشته در حمله موشکی هواپیمای به سرنشین آمریکا کشته شد. در روسیه دادگاه شهر مسکو 2 نفر را در قتل آنا پالیتکوفسکایا خبرنگاری شناخته گناهکار دانست و به حبس 1 عمری محکوم کرد. 3 نفر دیگر برای شرکت در این جنایت از 12 تا به 20 سال به زندان محکوم شدند. پسر آنا پالیتکوفسکایا و وکیل دفاعش گفتند منتظرند فرمایشگر قتل این خبرنگار به دادگاه کشیده شود. آنا پالیتکوفسکایا پیوسته سیاست حکومت روسیه و نقض حقوق در چچنستان را تنقید می‌کرد. در مصر طرفداران عبدالفتاح السیسی به کرسی رئیس جمهور نشستن او را در کوچه‌های شهر قاهره تجلیل کردند. السیسی در انتخابات ریاست جمهوری روزهای 26 و 28 می بر حمدین صباحی رقیب چپکارایش که حکومت نامزدی او را تصویب کرد پیروز شد. محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر که حالا در بازداشت است محض با رهبری عبدالفتاح السیسی فرمانده پیشین ارتش از مقامش برکنار شد. در قرغیزستان ماموران پلیس چند تظاهرگر را از نزد بینای ریاست جمهوری در شهر بیشکک پراکنده کردند. این فعالان سیاسی از قرار حکومت برای فروختن شرکت دولتی قرغیزگاز به شرکت گازپروم روسیه و نارسایی گاز در جنوب کشور اعتراض داشتند. آنها تلاش کردند چند بسته تپپی را به رهبران قرغیزگاز و دیگر سیاستمداران هدیه بدهند. وزارت دفاع افغانستان گفت برای تامین امنیت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در روز 14 ایون 200,000 مأمور امنیتی را سفربر می‌کنند. سخنگوی وزارت دفاع به خبرنگاران در شهر کابل گفت ارتش و نیروهای پلیس همراه سعی دارند تا امنیت در روز انتخابات که در آن عبدالله و اشرف غنی احمدزی رقابت می‌کنند تامین باشد. در قزاقستان در جشنواره موسیقی ملی تحت عنوان روح تنگری 13 گروه شرکت کردند. در این جشنواره موسیقی ملی قزاقی همچنین با سازهای غربی نواخته شد. هدف این جشنواره ترغیب موسیقی ملی قزاقی در بین جوانان کشور بوده است.